سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بچت بمیرد جنگ انداز. ویدیو جنگ‌انداز نوله مادر تاجیک در سر گور پسر در اوکراین کشته شده است. طفل 2 ساله تاجیک در ولایت لنینگراد از قبت 4 بنا افتاده است. یافت شدن جسدهای 2 موش سفید از دریای قرطاق و کنار ایثار. در ایران ورود افغانها را به یک باغ استراحتی منع کردند. مناقشه زنان تاجیک در متروی مسکو. صدمه مرگاور در موضع ارخر نویه مرغاب. و اکنون تفصیلات خبرها. به اداره پایگاه خبری بامداد ویدیویی را فرستادند که در آن لحظه در سر گور فرزند به احتمال غالب در اوکراین کشته شدهاش ناله میکنند. در ویدیو دیده می شود که جوان تاجیک با نام محمد جان سعدالله را در یک گورستان پر از قبرهای نوی اکثرش با صلیب‌های مسیحی به خاک سپاریدند. در بالای همه گورها گل چنبرها و نوشته با اظهار سپاس به فوتیده گذاشته شدند. در بالای گور جوان تاجیک نیز چنین یک گل چنبر با نوشته با اظهار سپاس به محمد جان سعدالله گذاشته شده. در لوحه نام و نسب و سانه تولد و سانه وفات او نوشته شده است. در ویدیویی که قریب 2 دقیقه است، مادر تاجیک در سر گور فرزند جوانمرگش ناله میکند و از جمله میگوید: Kapımız suyun kaşıntı. Vay canım bra. Vay 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 dad. Axi vay xel kardi. Vay bombromez. Daram çata peşloz gifte peşim romadi. Vay ben guftanı çal kavrame komatran ne yapam. Vay da kıcay asti manım ya u kavritra. Vay canım bra. Vay! Vay canım bra! Vay kuşmadı kumulamadı! Vay canım bra! Vay dalkane koptumun ne yaptım? Çivayı halkadi daroy peşim bromadi! Vay canım bra Muhammadi Khusro! Vay canım bra Muhammadi Khusro! Vay 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 canım bra! درباره شخصیت محمد جان سعدالله و کی و چگونه به جنگ ضد اوکراین سفربر شدن او و کی و چگونه و در کجای اوکراین کشته شدنش معلومات در دست نیست. این هم معلوم نیست که او را در کدام آرامگاه و در کجای روسیه به خاک سپاریدند، ولی ظاهرا این آرامگاه به قبرستان‌های جنگجویان کشته شده چویکا واگنر مانندی دارد. اساسگزار چویکا واگنر ایوگنی پریگوژن اخیراً گفت که تنها در قبرستان نوی کلیوچ در کشور کراسنودار در چند وقت اخیر بیش از 500 تن از سربازان این دسته را به خاک سپاریدند. چویکا واگنر باز در ولایت مسکو و منطقه اورال نیز برای گراندن سربازانش قبرستانها را تشکیل کرده است. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد و در روزها و هفته‌های اول جنگ قسمت‌های زیادی از قلمرو شرق و جنوب اوکراین را به دست آورد، ولی بعداً تناسب در جنگ به فایده اوکراین تغییر یافت و ارتش اوکراین توانست در پایان سال 2022 تقریباً 50% قلمروهای از سوی روسیه اشغال شده را آزاد کنند. صدها تن از مهاجران تاجیک و محبوسان تاجیک از محبس‌های روسیه نیز به این وعده ها داده شده به جنگ ضد اوکراین رفتند. همین طور تعداد زیادی از زادگان تاجیکستان که شهروندی روسیه را به دست آوردند اکنون مجبورند که طبق قانون‌های روسیه به ارتش روند. تا امروز درباره هلاکت 10,000 نفر از هر دو طرف جنگ روسیه با اوکراین
اخبارها به دست رسیدند. متاسفانه در بین کشته شدگان 10 تاجیک نیز هست. نشریه شرق از رفتارهای نجات پرستانه در باغ تفریحی در تهران پایتخت ایران گزارش داد. بنا به گزارش این نشریه، مسئولین باغ فراغتی بوملند به نگهبانان این پارک دستور دادند تا در روزهای عید نوروز به زادگان افغانستان اجازت ندهند وارد باغ گردند. نشریه با تکیه به سرچشمه‌های خود می نویسد که مجمع بوملند ممنوعیت ورود مهاجران افغانستانی از اول تا 4 فروردین ماه را صادر کرده است. بنا به نوشته روزنامه، مسئولان و پاسبان‌های این باغ فراغتی برای راحت شهروندان ایران ورود افغانستانی ها را در این 4 روز به مجتمع بوملند را ممنوع کردند. پس از رسانه‌ای شدن این خبر، کاربران شبکه‌های اجتماعی موج واکنش‌های منفی را در فضای مجازی به بار آوردند. آنها این رفتار منصبداران حکومت جمهوری اسلامی را نجات پرستانه و غیر انسانی مینامند، ولی در بین آنها نفران اندکی نیز پیدا میشوند که از این اقدام پشتیبانی میکنند. در عموم باشد به نوشته ایران اینترنشنال، تعجب و تأسف 2 واکنش پرتکرار از سوی کاربران فضای مجازی بود. مسئولین این باغ فراغتی خبر را رد و یا تایید نکردند. همچنین به پاسخهای روزنامه‌نگاران نیز جواب ندادند. تا به حال حکومت هم در این راستا چیزی نگفته است. اما در همین حال شورای شهر تهران به رسانه‌ها گفته است که در جریان این خبر نیستم و از طریق شما از آن مطلع شدم و نمیدانم چون این خبر صحت دارد یا خیر، ولی باید میدانم که دلیل برای چنین محدودیت وجود داشته باشد. در عین زمان ساکنان اطراف این پارک به رسانه‌ها گفتند که در روزهای اول نوروز چنین محدودیت برای مهاجران افغانستانی وجود داشت، ولی دلیل آن را میپرسیدیم. نگهبانان مجتمع میگفتند که مهاجران افغانستانی مشکلات در باغ ایجاد میکنند. چنین رفتار تبعیض‌آمیز مقامات ایران نسبت به افغان‌ها پیش از این هم سابقه داشته است. چند سال پیش در جشن نوروز در اصفهان نیز افغان‌ها را به باغ صفا اجازه ورود نداده بودند. شهردار اصفهان آن زمان گفته بود که برای ایجاد امنیت و تامین بازدید کننده ها اجازه ورود به باغ به افغان‌ها ممنوع است. در همین حال بنا به گزارش‌ها اخیراً در خزینه‌های مترو تهران به مهاجران افغان به سبب از افغانستان بودنشان با پول نقد چپته مترو نفروختند. روز 9 اپریل سال 2023 روزنامه‌های ایران خبر دادند که نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، یک ژنرال پرنفوذ ایران که در عراق هدف نیروهای هوایی آمریکا قرار گرفته کشته شده بود، از افغان‌ها عذر پرسیده است. نرجس سلیمانی که عضو شورای شهر تهران است، در جلسه این یاد گفته است که بابت اختلال پیش آمده در مترو از شهروندان عزیز عذرخواهی میکنم. باید یادآور شد که بنا به آمارها نزدیک به 4 میلیون از شهروندان افغانستان در ایران زندگانی میکنند. اکثریت آنها گریزه های جنگ هستند و در یک شرایط وضعی اقتصادی قرار دارند. آنها میگویند که به این رفتارهای تبعیض‌آمیز حکومتداران ایران هم از سوی مردم بومی زیاد تحقیر میشوند، ولی شرایط بعد افغانستان و جنگ و جدال آنها را مجبور کرده است که با وجود این همه خواری و ذلیلی زندگی خود را در ایران ادامه دهند. یک کودک 2 ساله از عائله مهاجران تاجیک در شهر نیکولسکوی در ناحیه توسنای ولایت لنینگراد روسیه از طریق قبط 4 بنای استقامتی به زمین افتاده است. کودک را در حالت وزنین به بیمارستان ناحیه توسن آورده بستری کردند. یک منبع در مقامات حفظ حقوق منطقه به پایگاه خبری نیفسکی نووستی گفت که این حادثه ناخوش روز 9 اپریل سال 2023 ساعت 13:50 در یک بنا در کوچه پروامایسکا به سبب کودک را به نظارت گذاشتن مادرش افتاده است. کودک را با جراحت مغز سر و شکستن کوسه‌خانه سرش در بیمارستان بستری کردند و طبیبان وضع او را سنگین ارزیابی میکنند. بنا به اطلاع نیفسکی نووستی، پدر و مادر این طفل از تاجیکستان بوده در ولایت لنینگراد اجاره میشینند. آنها باز 2 طفل دیگر سالهای تولدشان 2018 و 2019 دارند. سالهای آخر شماره هرچه زیادتر مهاجران تاجیک زن و فرزندان خود را با خود به روسیه میبرند. در کانال پرویز تیوی ویدیو لحظه مناقشه 3 زن تاجیک در داخل واگن مترو شهر مسکو پایتخت روسیه نشر شده است.
سبب مناقشه زنها معلوم نیست، ولی در این ویدیوی 38 ثانیه‌ای دیده می شود که سه زن با آواز بلند در داخل واگن مترو با هم جنگ و جنجال کرده از گریبان یکدیگر میگیرند. یکی از آنها فرزند خردسال هم دارد که در درون عروبچه از داد و غوغای برخاسته ترسیده به گریه می‌دراید، ولی زنان چنان سرگرم رزبار هستند که به گریه کودک اهمیتی نمیدهند. در عین اوج جنجال زنها عروبچه با کودک در داخل واگن به حرکت در آمده از پیش آنها دور می شود، ولی این زنهای تاجیک هم چنان سرگرم مناقشه خودند که به حرکت در آمدن عروبچه را هم نمی بینند. یکی از مسافران مترو عروبچه را از چپشوی نگاه داشته همراه کودک به پیش زنان سرگرم جنجال برمیگرداند، ولی طور در ویدیو دیده می شود این زنان باز هم اهمیت نداده به جنجال خود دوام میدهند. بسیاری ها این رفتار مهاجر زنان تاجیک را محکوم کرده نوشتند زنان تاجیک باید در خارج با رفتار نمونوی خود آبروی ملت را بالا بردارند. با چنین جنجال و مناقشه ها در محضر عام آنها آبروی مردم تاجیک را میریزند. چنین از خلاصه اکثر شهرها در زیر این ویدیو هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار به خارج اساساً به روسیه میروند. در سالهای آخر ده‌ها هزار از زنان تاجیک نیز از پس مردان روی مهاجرت را پیش گرفتند. همین طور هزاران نفر از مهاجران تاجیک زنان و فرزندان و حتی پدر و مادران و دیگر خویش و تبار خود را همراه به روسیه برده ایستادند. بنا به حسابها تقریبا چهارک مهاجران تاجیک را در روسیه زنان تشکیل میدهند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. زلفیه حسنووا، ادبیاتشناس و ترجمان تاجیک روز 9 اپریل سال 2023 در شهر دوشنبه در سن 87 از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک ژورنالیست عادل ناظر خبر داد. زلفیه حسنووا 7 دکبر سال 1935 در بخارا به دنیا آمده رشته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. بنا به اطلاع عادل ناظر بلافاصله بعد ختم دانشگاه زلفیه حسنووا به صف شاگردان ادیب و ادبیاتشناس شناخته رسول هادی‌زاده پیوسته در محیط علمی پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی به کمالات علمی رسید و دایر به ژانر اپیستولیاری یا نامه‌نگاری در ادبیات کلاسیکی رساله نامزدیش را دفاع کرده است. اما زلفیه حسنووا در محیط علم و ادب تاجیک بیشتر همچون ترجمان شهرت دارد. عادل ناظر می نویسد او از نفران انگشتماری بود که آثار ادیبان و عالمان تاجیک را به زبان روسی ترجمه میکرد. بیشتر در ترجمه متن‌های کلاسیکی مهارت پیدا کرده بود. آثار علمی را نیز در سطح عالی ترجمه میکرد چون زبان روسی را با همه نازکی‌هایش میدانست. هنگام ترجمه روح متن فارسی را به زبان پوشکین واضح بیان میکرد. اکثر آنهایی که آثار فارسی تاجیکی را به زبان روسی ترجمه میکردند زبان ما را نمیدانستند و از روی ترجمه سطر به سطر این کار را به سامان میرساندند. برتری ترجمه های زلفیه حسنووا در آن است که وی میراثبر زبان محلی و داننده خوبی زبان ترجمه شونده بود. یکی از ترجمه های شاکار او ترجمه اثر شاکار عبدالرحمن جامی به ارستان بود که آن را زلفیه حسنووا هنوز در زمان شوروی به زبان روسی ترجمه کرده است. عالمان تاجیک که از هنر بلند ترجمانی زلفیه حسنووا آگاه بودند ترجمه رساله های خود را به او باور میکردند. همین است که سالهای آخر بیشتر رساله ها و فشرده های نامزدی و دکتری در بخش فیلولوژی، فلسفه، تاریخ و پداگوژیک را زلفیه حسنووا ترجمه میکردند. شنیده بودم که مرحوم خدایی شریف زاده به شاگردانشان تاکید میکردند که رساله هایشان را فقط زلفیه حسنووا ترجمه کند، زیرا ایشان به خوبی درک میکند که این بانوی حلالکار کار را با صفت بلند به انجام میرساند. نوشته است عادل ناظر. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 9 اپریل سال 2023 جسدهای دو مرد سالخورده را که یکی 68 سال و دومی 80 سال داشتند از دریای قرطاق و کانال کلان ایسار بیرون کشیدند. قبلا در شبکه‌های اجتماعی اعلان جستجوی ساکن 68 ساله جماعت قرطاق واقع در کنار شهر ترسونزاده نشر شده بود. گفته میشد که این مرد سالخورده صبح 25 مارس سال 2023 تخمینا ساعت‌های 7 سحر یک سر چارواش را برای چراندن به کوه برده است. چاروا الکی ساعت 9 خودش به خانه برگشته است ولی موی سفید بیدار شده است.
کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت جستجوی شخص غیرزاده از جانب شعبه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در شهر ترسونزاده با جلب ساکنان محلی طول این روزها به نتیجه ادامه داشت. روز 9 اپریل جسد او را از دریای قرطاق پیدا کردند و به پیوندانش سپردند. سبب مرگ او معلوم نیست، اما به احتمال زیاد رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام چارواچرانی است. بنا به خبر دیگر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شب 9 اپریل در حدود شهر دوشنبه جسد باز یک مرد سالخورده را پیدا کردند. شب 9 اپریل سال 2023 ساعت 21:08 به قسم نوبتداری کمیته زنگ زده خبر دادند که در درون کانال کلان ایثار در حدود نویه سینای پایتخت تاجیکستان جسد را یافتند. به جای حادثه گروه نجات بخشان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه روان کرده شد. معلوم گردید که این جسد ساکن 82 ساله نویه سینای پایتخت است. سبب‌های مرگ این مرد سالخورده را مقامات دخل‌دار معین می‌کنند. گفته می‌شود در اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده درباره مرگ این ساکن سینا تفسیرات دیگر نداده است، ولی در رابطه به مرگ ساکن قرطاق با اظهار تسلیت به پیوندان و بازماندگان مرحوم یک بار دیگر از ساکنان خواسته است تا هنگام انجام کارهای صحرایی، غنچین ایزم یا جمع‌آوری رستنی‌های داروار، شکار و ماهیداری، چارواچرانی در کوه و دامن کوه‌ها، ساحل رودخانه‌ها قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 9 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 در کیلومتر پنجم شورای مرغوب قزل ارد در موضع ارخر نویه مرغوب راننده автомашین تمغه خونده سروی اتیاروف توشی دلووارویچ سال تولدش 1997 ساکن نویه مذکور از روده دوره وسطای نقلیاتش نبرآمده به طرف راست رو автомашین را چپ نموده است. در نتیجه خود راننده اتیاروف در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافر автомашین مذکور میرزابکوف علیشیر سال تولدش 2009 ساکن امین نویه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. نویه مرغوب در شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان در مرز تاجیکستان با خطای جایگیر شده است. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 35 ساله ساکن شهر استرافشان آغاز کرده شده است. نامبرده صبح 1 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 9:03 در جای کارش از سبب مناقشه به میان آمده با همکارش مرد 38 ساله ساکن شهر مذکور جنگ و جنجال نموده او را لطکوب نموده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. این چنین پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 30 ساله ساکن نویه 8 آغاز کرده شده است. نامبرده نیمه شب 8 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 9:50 در حالت مستی قرار داشته در نزد بازارچه محله 34 شهر خوجند از سبب مناقشه به میان اومده با مرد 29 ساله ساکن نویه 8 جنگ و جنجال نموده او را لطکوب نموده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه یووان عریضه مرد 33 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد عاقلخانه شده از آنجا یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرری رسانیده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 31 ساله و جوان 24 ساله ساکن امین نویه صادر نمودند. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه فردوسی عریضه زن 32 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه نوامبر سال 2021 مرد 33 ساله ساکن پایتخت با رای فریب به باوریش در اومده از او $13,000 امریکایی را به مهلت 1 ماه گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه فردوسی
با عریضه مرد 44 ساله ساکن نویای مذکور مراجعت نموده است که سال 2019 در بازار کاروان مرد 39 ساله ساکن شهر دوشنبه به باوریش در آمده از او 265,000 سومونش رو گرفته وعده داده است که در مدت یک ماه مبلغش رو برمیگرداند، اما تا حال مبلغش رو برنگردانیده است. همین طریق پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 26 ساله ساکن شهر کونی بادام آغاز کرده شد. نام برده ماه نوامبر سال 2022 با رای فریب به باوری زن 50 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او جواهرات طلایی را به مبلغ 42600 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.